با گفته خدایارزاده در این مذاکرات مشکلات موجوده در تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه بررسی شده و جانبها تلاش خواهند کرد با بحث‌های نزدیک تا 6 ماهه نقطه گذارند. در همین حال یک منبع دیگر از وزارت نقلیات تاجیکستان به رادیو آزادی گفت به دلیل آغاز مذاکرات و وارد نکردن خلال به این روند جانب تاجیکستان از اجرای اولتیماتوم متوقف کردن پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به تاجیکستان خودداری کرده اند. یک منبع از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفت که در مورد متوقف شدن پروازهای شرکت اورالسکی اویالینی به شهر دوشنبه از وزارت نقلیات تاجیکستان به این نهاد دستور وارد نشده است. این منبع گفت که پروازهای این شرکت هواپیمای روسیه به دوشنبه طبق جدول صورت گرفته و ساعت 12 وقت محلی هواپیمای این شرکت از شهر ایرکوتسک به فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فرود آمده است. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمل از فرودگاه ژوکووسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت که در پروتکل تنظیمی پروازهای که روز 7 نوامبر سال گذشته در مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت یمل به تاجیکستان پیش بینی نشده است. اما وزارت نقلیات روسیه این را رد کرده روز 23 دکبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان به بعضی از مناطق این کشور به استثنای مسکو و سنت پترزبورگ قطع نمود. مردان محمد، برادی صوفی، آزادی، دوشنبه.